سلام. اولادای ما دروغگو با دنیا نمیاین. این ما هستیم که بهشان یاد میدیم که راستگویی میتونه خطرناک باشه. وقتی بچه ما دختر ما با دل لرزان میاد و میگه مادر جان ببخشید گلاس از پیشم غلطید و شکست، و تو بجای ای که بغلش کنی و بپرسی ای چه شد شکست، وای دستت کرا نبریدی یا به خود آسیب نرسوندی، داد میزنیم میگیم همیشه مقسم میکنی خراب کردی دایم بشکنونی کار نمیست. داد میزنیم سرش، داد میزنیم با 20 دفعه تو را گفتم بچه دست نزن، متوجه باش، آهسته احتیاط بکو. آن لحظه یک پیغام خیلی روشن بهش میرسه. اگر راست بگه تنبیه میشه، اگر دروغ بگویه شاید نجات پیدا بکنه. و از آن روز به بعد راست نمیگه، پنهان میکنه، دروغ میگه. نه چون آدم بدی است، چون که تو برایش امن نیستی. اگر میخوایم فرزند ما با ما صادق باشه، اول باید یاد بگیره که ازت نترسه، بلکه حس کنه که کنارش هستی، حتی وقت خراب بکنه.